فقط تومتی. کدومش تو بسیار استفاده می‌بری؟ علیکم کسی ششلیک خریم یا اینا ششلیک فروش. اینا برادران ششلیک‌های حلال. حلال برادران؟ سلام علیکم سوز چنجی. همین حلال نی حلالش خیلیه؟ اولش با بسم الله کشتگی. یا ماش با بسم الله کشتگی. یکی پختانش چقدره با بسم الله پختگی یا نه؟ ها یا فراموش کردی دفعه. سلام علیکم سوزی چنجی کردم سلامتی خوبه. برادر جون چند قشه در آسیایی؟ خرید دیتا 9 سال زیاد شده. 9 سال شده؟ در آسیا چیکار میکنی تو؟ ششلیک میکنم. فقط ششلیک میکنی؟ فقط کور ششلیک سکرت ششلیک نگفتی که در چیه پختنش؟ با مزگیش کدام میسول میشه؟ اگه زگاتو کشن. چه میسول؟ خمی گفتی باید اون برادرها باید یاد میگرفتن خوب میشیده؟ اساس میذاره. من خودم زگاتو شنیدم. آها. من پختانه. خیلی طرز پختنش بگو. طرز پختن میگم سکرت داره یا نداره؟ داره. چی سکرت داره؟ علوی پاس خاطر میپزه ششلیک. فقط علوی پاس خاطی؟ پاس خاطر میپزه. ای چند میوت تو چند میوت میپزه؟ ایش چند میوت میپزه و ایش چند میوت میپزه؟ مقصد اینش آبشی 12 مینوتی میپزه هر ده. هر دش یخ گوشت گو قطعی گوشت چی یخ میپزه؟ لولا کباب 8 مینوت میپزه. برای چی که باید روغن داره در ترکیبش تیز میپزه. تستر میپزه ها؟ اینو خیلی گوشت هست تو گرمیش میره که 12 مینوت میگذارش. او چقدر مقصد چقدرش لیتا 18 18 20 سانتی متره ها؟ 20 سانتی متر. برای 12 13 مینوت میپزه. منگل چند عمود میشوه؟ منگل یخی منگل هست سه نمود هست. یخی منگل هم تمیمونی خودش توق میخوره. آها. یخی منگل هست که تری محکم میکنی. بلوشا. آها. محکم میکنی. اما مینو داریم میخوره. یخی منگل خودش فقط توق میکنی. کدومش تو بسیار استفاده میبری؟ اکلا در پارچ نیست. کدومش باشم میتونی ها؟ میتونی یک بار سلام علیکم برادر میگفتی که در این وقت کرانتین کوری تو چی خیل بود و پیش از کرانتین کورو چی خیل بود؟ وقتی کرانتین الحمدلله روزون همین با عبادت و چیز گذشت کنه که با بعد از کرانتین با اون کارمو ششلیک داریم حاضر انشالله. سلام علیکم. سوز از نچیتا کورot خوبه در وقتی کرانتین بعد از کرانتین بعد یو چانس میان لولا چانس میان یو چانس میان لولا قطعی مرغه یا نرخه 100 روپیه فقط گو گوسپن یا 150 15 میلیون دام میپزه ها. سکرت پختنش همه قه سکرت داره یا که ای منگل هم زویسید میکنه؟ ای منگل هم زویسید میکنه. طرزی با مزه پختنش شروع پختنش. اگر منگل چقدرتر باشه 18 سانتی متر باشه با فرجه میپزی. اگر که کالتر باشه گدیتا او وقت میتونی که 8 مینوت پزی. برای چی که تیز میسوزونه. حالش تیز میسوزه. تیز تو همین تو دادن همین تو دادن همین برای چی توش میتی؟ چند قدر باید چند بار توشتی؟ 3 مینوتی توش میتی هر طرف. هر یک 3 مینوت پس نه؟ 3 مینوتی دا تو میتی که شروع سوچنی بیا او دورک بیا او مزه بیا. برای چی؟ وقتی که توش ندادی بای کاک میشه. میسوزه کاک میشه بی‌مزه میشه. بنا پیاز میکنن اکسوس میزنن یا بسیار آدمون در دستشون پروستا در بالای همین الو اکسوس میزنن و چی معنی داره؟ وای پروستا هیچ معنی نداره. پروستا همین کوسا اکسوس شیرین‌تر میکنه. شیرین‌تر میکنن. ششلیکای خوجندی ای ششلیکای شما چی فرق داره؟ خوجندی خوجندی کمتر چیه؟ تیزای خوجندی کمتر تیزای رنگ ترکی بوده. توجیکی باشه اینطوری نیست. مقصد اینه آبیش. زنده باشید نه خیر.